سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ خیلی خوشحالم به ویدیو امروز. دوستان توی این ویدیو یه گیم پلی براتون بگم. البته تندرا آوردم. خب تندرا خوبیه. دو تا تندرا دارم من. دو تا. خب دو تا تندرا دارم. اون تندرای چمپیونشیپ و اون یکی تندرا آبیه. خب مثلا برای چی میگن؟ فانه. و با اون تندرایی که کامو نداره، اسکین اپیک نداره، تو سه جنگی من ترای میگیرم روش. خب و این مچ اصلا ترهال نیستی. بنده خدای نوبی من گیر آورده بودن توی گلوبال. رفتم دقیقا تو چت مثل چرا بس پابجی گفتم گلوبال. خب رفتم تو چت بنده خدای گیر آوردم که روم زده بود. در لول 170 گفتم بریم یکم نوبات کنیم. بعد خود گیم پلی داریم میبینیم بنده خدا داره خط میگیره، نمیدونم فلان میکنه بیسان میکنه. حالا که این گیم پلی کلا فان بود و اصلا قصد ترهال نداشتم. خودتون نمیبینید که من مثلا استارت کنسل میزنم ولی زیاد ترایال بازی نمیکنم. شاد نواشی بیش ندادم به بنده خدا. میتونستم همینا رو شاد نواشی کنم و وسط داره رد میشه، از این بعد رد میشه شاد نواشی بهش میزنم، ولی گفتم این موقع بنده خدا نوب ناراحت میشه، بعد دیگه ناراحتی پیش میاد و خلاصه دیگه حال نشم. واسه همین شاد نواشی اینا نذارم بیاد ترایال بازی نکردم. میبینید که اصلا به پاش دمیج میدم از قصد و دارم الان روش موومنت میزنم و اصلا خلاصه طرف بنده خدا اومده داره نایف میکنه. خلاصه اصلا بحث تندرا بود. چرا ببینید تندرا خیلی تندرا خوبیه و حالت خیلی ایم سریع داره و همین اصلا میتونید شما دو تا تندرا داریم ما حالت هم. یکیش که سایلنسر داشته باشه بیشتر برای سرچ اند دیستروی خوبه. خب شما سرچ اند دیستروی بازی میکنین بعد مثلا یکی رو از پشت وال میخوای وال بنگ بزنی نباید بشنون تیم ایتاش. خب چون بالاخره سرچ اند دیسترویه و این که حالتی که مثلا باید حالت گوست باشه، استلف باشه، این چی میگن. ولی ریشیمنت گان معمولا نباید سایلنسر داشته باشه. یه سایلنسر هم داشته باشه فرقی نداره، یه آتش بده اضافه است. میدونی چی میگم؟ الان من اون که تونرو شب بگید خب تو که میگی نباید سایلنسرش بشه چرا کشیدی اون که تونرو که سایلنسر داره رو؟ دوستان من حقیقتا اون تونرو رو همینجوری برای فان کشیدم، گفتم بهتون که و اینکه بیشتر با این تندرا من بازی کردم. الان که میبینید بیشتر کیلو من با این گرفتم و با اون کم کیل گرفتم اگه اشتباه نکنم. و این بنده خودم خیلی نوبه. نید میندازه، حالا جلوتر گانم میکشه. اصلا یه وضعیتیه بنده خدا میاد نایفی کنه فلان میکنه. خلاصه که دوئل فانی بود و اصلا دوئل حالی نبود. چون اگه تارا من میکردم بنده خدا رو 20 هم میزدم. واسه همین اصلا ارزش داره نداشت. فقط من اومدم روی ویدیو صحبت کنم در اتچمنت تندرا. اتچمنت تندرا رو من براتون آخر ویدیو میذارم. اگه میخواین ببینید اتچمنت تندرا رو تا آخر ویدیو با ما باشین. اتچمنت رو براتون میذارم آخرش. خلاصه که این بنده خدا رو میبینید اصلا یه وضعیتی. و اینکه خب داشتم توضیح میدم در مورد سرچ اند دیستروی. یه دونه هیپ فایر اینجا بم و اصلا خودم پشمام. خب داشتم میگفتم تندرا اگر مازل نذارین روش به جای مثلا سایلنسر میتونین لیزر بذارین که برای سرچ اند دیستروی من اصلا پیشنهاد نمیکنم. چون لیزر شما خط مثلا ایو گرفتین لیزر تو معلوم بشه یا روی پق میزنن تو کلتون یا وال بند نمیدونم حالا اوپن بیاد میزنن تو کلتون. ولی اگر مثلا با سایلنسر بزنین از اون و لیزر رو نذارین تو سرچ اند دیستروی خیلی درتون میخوره. خط مثلا ایو گرفتین اون طرف نمیفهمه، مثلا داخل دستشویی خط ایو گرفتین شما طرف نمیفهمه میاد پلنت کنه بمب شما میزنه. خیلی ایزی. این اتچمنت سایلنسر هستش. دوستان ببینید چقدر حالت چی میگن سرچ اند دیستروی تری داره. و اینکه دوستان من نمیدونم این درسته یا نه ولی احساس میکنم تندرا با این کامو بهتره. بیشتر من اینجوری احساس میکنم، فقط نمیدونم. دوستان فردا قراره یه ویدیو براتون بذارم آموزش گلد کردن کاتانا. حقیقتا خیلی دوستان حتی من میگفتن که چجوری کاتانا رو بعد لازمایی که قطع شد چجوری کاتانا رو بعد گلد کنیم. خلاصه که من فردا براتون ویدیوشو میذارم با ترجمه ایونتش که بعد کاتانا رو گلد کنین و دایموند میشه که خواستین براتون تو ویدیو بعدیش میذارم. خلاصه دوستان تندرا اصلا شاید من خیلیتون بگین که واسه وان شات نمیکنه، صحیح نیستش. بعضی وقتا وان شات میکنه بعضی وقتا نمیکنه. مثلا دیل دیگه دیل هم بگیر نگیر داره. مثلا دیل شما میزنید لوکاس اصلا کلا بگیر نگیر، یعنی لوکاس شما اصلا به بادی طرف هم بزنید ممکنه بعضی وقتا وان تپ بشه بعضی وقتا نشه. ولی دیل هم همین جوریه بیشتر وقتا ولی دیل کمتره. ولی تندر آقا تندرمونم همین جوریه بیشتر وقتا وان شات میکنه بعضی وقتا نمیکنه، فرقی نداره. اگه اچ پی باشه که همشون وان شات میکنه.
خلاصه که گان خوبیه واسه استان، از حداقل از دیلو بخواد سریعتره و گانی هستش که توی دوئل و سشن دیستروی نمیدونم مودای دیگه استفاده شه، ولی تو بتل از تندرو اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم استفاده کنید چون که رنج کمی داره و وقتی دیل هستش تو بتل شما چرا باید بین از تندرا استفاده بکنید؟ مثل اینونه که مثلا توی بتل شما 117 داری جلوتون چیز بردارید، چی میگن اسم گانه چی بودش، اون گان ضعیف منوار بردارید مثلا. منوار متای ها، ولی وقتی 117 متای کلنه خب منوار توی موتی خیلی خوبه ولی توی بتل خوب نیست. خب دوستان اتچمنت تندرا رو الان این صفحه براتون مشاهده میتونید بکنید. عنوان ازش دو تا اتچمنت که براتون گفتم توی ویدیو، یکیش با سایلنسر یکیش بدون است. امیدوارم لذت ببرید. فعلا پیس اوت.